बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयत वइज़ा रअौक इन यत्तखिज़ूनक इल्ला हुज़ुवा अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला इन काद लयुज़िल्लुना आलिहतिना लौला सबरना अलैहा वसौफ यअलमून हीन यरौनल अज़ाब मन अज़ल्लु सबीला। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाह अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला अम तहसब अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ यअक़िलून इन हुम इल्ला कल अनआमि बल हुम अज़ल्लु सबीला। در آیات گذشته اللہ تعالی درگیری مشرکین نے صدر اول را ذکر کردن که با رسول خدا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در این بودن و هم تردید می کردن و هم شبهات وارد می کردند و اعتراضات می کردند. در آیات گذشته درس گذشته الله اینها را هشدار داده که خود را گرفتار سرنوشت ملت‌های نافرمان، ملت‌های متمرد و ملت‌های سرکش نکنند. این از اونا بهتر نیستند و اینجا الله قوم ها را نام بردن که وقتی آیات خدا را تکذیب کردند و در مقابل پیامبران ایستادند و چه سرنوشت خطرناک روبرو شدند. و تذکره حضرت موسی علیه السلام و هارون و قوم فرعون بود که الله اونها را به عذاب سخت گرفتار کرد. قوم نوح را غرق کرد. عاد و ثمود و اصحاب الرس و قرون غیر قرنهای را در این میانه و در این وسط الله از بین برد. در اینجا الله تعالی همین دنباله همین بحثه که وقتی که مشرکین آن حضرت می‌دیدند که حضرت یک فردی هستند و فرد به صورت عادی، نه لباسش با لباس دیگران فرق میکنه، نه تخت، نه تاج، نه ثروت و دارایی و اموال و نه فرشته همراهی میکنه حضرت را و نه لشکری و سپاهی و هیچی از این امکانات با حضرت همراه نیست. و گفته که یعنی همین، یعنی پیغمبر، یعنی همین این پیغمبره میتونه کسی نماینده خدا باشه، رسول و فرستاده خدا باشه و به این حالت. و مردم دنیا در طول تاریخ با چشم مادی نگاه کرد. بزرگترین اشتباه جهانیان و اهل دنیا بوده که با چشم مادی و مادیات و ظاهری نگاه میکنن، چرا که توی دل مردم مادیات نشسته و لحاظا کسی که قدرت نداره او هیچ او را از رده خارج میکنن. کسی ثروت کلانه نداره، کسی توانایی مادی، قدرت مادی نداره و
اونها قدرت معنوی را نگاه نمی کرده که این شخص به همین لباس به همین تنهایی که راه میره رابطش با بالا قائمه، صاحب وحیه، این حبیب خدایه باید با الله در ارتباطه. این سرشار از ایمانه، سرشار از توکله، سرشار از معرفته، سرشار از خداشناسیه، خلیل خداست. این نگه نمی کرد. مردم دنیا پول، فقط پول، مال، ثروت، دارایی و هیچی نداره. لذا گفتن اهذا اذا رأوک، وقتی شما را میبینن این یتخذونک الا هزوا، نمیگیرن شما را مگر به مسخره میگیرن، تمسخر میکنن. این پیامبر خداست، نماینده خدا، رسول خدا، یعنی همین مگر میتونه باشه. و توی اول سوره فرقان گذشت که نگفته بازار راه میره، نه بازار میخورن، نه میخورن، مگر پیامبر خدا، فرستاده خدا میتونه اینطور باشه، نه فرشته همراه، نه خزانه. و این اشتباه بزرگ و گمراهی بزرگ است. و الله تعالی نگاهش به قدرت معنوی هست. الله به قدرت ظاهری حساب نمی کنه. فرعون قدرت ظاهری داشت و حضرت موسی چه داشت؟ قدرت معنوی، للهیت، اخلاص و توکل بر الله تعالی. و معلوم شد که بعد فرعون با چه سرنوشته گرفتار شد. اینجا اونهایی که میگفتن اهذا الذی بعث الله رسول، همین خدا پیامبر کرده، همین الله پیامبر فرستاده. روز بدر معلوم شد که الله تعالی اینها را چگونه به دست همون فهبرانگان زد و تحرمار کرد. هذا الذي بعث الله رسولا، گفتن این هم الله فرستاده پیغمبر، مگر میتونه پیغمبر باشه؟ لحظه این اشتباهی که در طول تاریخ بشر داشته که بشر قدرت ظاهری را نگاه کرده، قدرت مادی را نگاه کرده و قدرت ایمان را نگاه نکرده، قدرت توکل بر الله را نگاه نکرده، قدرت معنوی را نگاه نکرده. و طول تاریخ معنویت فیروز شده بر مادیات، جنگ مادیات و معنویات وقتی که در گرفته پاش شده و تارمار شده قدرت مادی. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. گفتن که قریب بود که گمراه کنه ما را. پیامبر کو قریب بود که ما را گمراه بکنه از معبودان ما را میخواست بلمسن خیلی دلیل و دلائل صحبت میکنه، حرفش خیلی گیرایی داره، حرفش خیلی توجه داره. همون که جای دیگه ذکری که گفتن این حرفش حرف جادویه، حرفش خیلی کشش داره، کشش فوق‌العاده داره. استدلال اوست در صحبت اوست قریب بود که ما را گمراه کنه از معبودان ما و ما را از معبودان ما جدا کنه. لولا ان صبرنا علیها، اگر ما صبر نکرده بودیم بر معبودان ما را قریب بود که از
دین آبا و اجدادی جدا بکنه، از معبودان من جدا بکنه، با حرفهای که کشش داشتن با استدلال خودشون قریب بود که ما را گمراه بود. یعنی پیامبر را گمراه دانستن و گفت پیامبر خواسته ما را گمراه بکنه و ما گمراه نشدیم چون که ما صبر کردیم. در حالی که پیامبر بر سر هدایت خواسته اینها را بر سر هدایت بیاره، اینا نیامدن، ولی گفته که نه، خواسته ما را گمراه کنه. ما را گمراه کرده بود که ما صبر نکرده بودیم و استقامت نکردیم بر بتپرستی، بر بوداییت، بر شرک. و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. الله می فرماید من قریب معلوم می کنم وقتی عذاب الهی را ببینم، ان قریب معلوم می کنم که چه کسی گمراه. الان میگه که پیامبر گمراه بود، میخواست ما را گمراه بکنه، از معبودان جدا بکنه، ولی ما صبر کردیم و استقامت کردیم، حرفشون قبول نکردیم و گمراه نشدیم. الله میگه که القریب شما معلومی کنه وقتی عذاب الله بیاید. چنانچه عذاب الله در بدر آمد، در تو دنیا آمد، در قحط آمد که بر مکه مکرمه به دعای حضرت قحط که چه کسی بر سر گمراهی. و اون بعد همونه که وقتی عذاب الله را میبینن افسوس میکنن و دسته هایشون را میگیرن به دندانها و میجوان انگشتان دست را و میگوین یا لیل هل اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش ما با پیامبر راه را بدید، کاش حرف رفقای ما را قبول نکردیم که ما را گفتن شما راه پیامبر را نگیرید، حرف اونها را قبول نگیرید. ارأیت من اتخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیلا. اللہ تعالیٰ اینجا می فرمائیں کہ اینها اصل اینه که اینها معبودشون هواهای نفسانه، اینها پیرو نفسان، دنبال نفسان، ولهذا هر طرفی که نفس اینها را بکشه اینها میرن. اینها دنبال وحی نیستن، دنبال واقعیت ها نیستن، دنبال حق نیستن، اینها دنبال هواهای نفس. اور نفس به کدوم طرف اینها را
به همون طرف میرن. پس اینها معبودش واقعی اینها و معبود حقیقی اینا نفس اینها است. ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی شما کسی را که گرفته معبودش را هواهای نفسانی گرفته بر اساس خواهشات نفس و تمنای نفس این اشیاء را عبادت میکنه، یک روزی سنگی و یک روزی درختی و یک روزی مجسمه و لحاظا چه چیزی را نفس یک روزی فرشته و یک روزی جن و یک روزی انسانی را با عبادت میکنه، همه بر اساس خواسته نفس و خواهش نفس. پس اینا معبود اصلیشون نفس و اینا نفس پرست و نفس از بزرگترین بت‌های دنیا و معبود باطله نفس انسان. کسی که دنبال نفس میره و نفس پرستش میکنه و هرچه نفس میگه این خداش خدای او نفس میگه. وقتی که پروردگار اطاعت نمیکنه، نفس اطاعت میکنه، پس خدای او هم نفس. شیطان پرستش اطاعت میکنه، رب را اطاعت نمیکنه، خدای او رحمان نیست، خدای او شیطانه. لذا الله میگه اینها نفس پرست، پست و انسان و ذلیل و انسان که به جای اینکه الله را فرمان ببره و از حق اطاعت کنه نفس پرستش. افانت تکون علیه وکیلا، آیا تو میتوانی ای رسول صلی الله علیه وسلم که باشی بر سر این انسان که نفس پرستش میکنه وکیل او میشی، یعنی کار او را بساز، او را به هدایت بیاره، یا وکیل کار او را بسازی، او را نجات بدی. نفس پرست میتونی تو کارساز باشی، وکیل باشی، او را هدایت کنی، وکیلی او باشی، او را نجات بدی، یا وکیل دفاع او باشی. همینطور که الان وکیل میگیره و وکیل میره و دفاع میکنه در پرونده. آیا تو میتونی وکیل اینها باشی کسی نه دفاع بکنه مگر دفاع برای اینا فایده ای داره؟ یا تو میتونی کاری اینا را بسازی، اینا را بر سر هدایت بیاری؟ یا تو میتونی وکیل اینا باشی و نجات بدی؟ ای از دست تو سخت نیست. افانت تکون علیه وکیل، ای ایشان گمراه، نفس پرست، فیرون نفس، آیا اینا کسی میتونه وکالت تو را انجام بده و او را نجات بده یا هدایت بده بر سر نفس؟ یعنی اینا کار اینا تمام شد، فاتحه اینا خواندن شده است و لحاظا اینها هیچ فایده ندارد. ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم کالانعام بل هم اضل سبیلا. اینجا یک چیزی توجه کنید که در گذشته در همه فرق بندی که در بیان مسلمانان انجام گرفته اختلاف بسیاری رفتن دنبال هواهای نفسانی. الله خیلی از کسانی که خود را مسلمان میگن دنبال نفس نیست. از قرآن و قرآن میانه خوبه نداره، و حدیث و تعلیم حضرت نداره. دنبال عقلن، دنبال فکرن، در اصل عقلن نیست، دنبال نفسن. اینها را در گذشته اصلاح بزرگان ما اهل هوا گفتن. اهل هوا اونه که دنبال هواهای نفسن. لحظه این هوا همیشه خطرناکترین چیز که انسان به جایی که دنبال استدلال بره
دنبال نص بره، دنبال وحی بره، دنبال منطق بره، با نفسش دنبال بکنه که نفس چه میگه، اینه میشه الهوا. لحظه این توی امت مسلمه هم هستن کسانی که به نام اسلامان و دنبال هواهای نفسانی. باید مسلمان هم پیروی قرآن باشن، پیروی حدیث و صحیح عن حضرت باشن، تابعداری بکنه حضرت تا. لحظه این مسلمان میتونه موفق باشه. امروز در امت مسلمه اهل هوا زیاد شد. بسیاری هستن که به نص نگاه نمیکنن، به فرموده حضرت رسول توجه نداره، اطلاع هم نداره، به قرآن مطالعه ندارن، دنبال نفس و نفس انسان بدبخت میکنه و نتیجه نفس آخر جهنم. و خیلی از اقشار مختلف امروز هستن که متاسفانه خیال میکنه همه چیز میدانن و هرچی که نفس میگه دنبال نفس میگه و این مریضی خطرناک را اینجا لازم کرده. ارائیت من اتخذ الهه هوا، معبود الله و هرچی که الله میگه همون درست، هرچی که حق است و حقیقت و واقعیت درست. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم کالانعام بل هم اضل سبیلا. آیا شما گمان میبرید که نمیشنوند؟ وقتی که حضرت صحبت میکرده این همه گوش میداد. شما خیال میکنید که اینها حرف شما را میشنوند، گوش میکنند و یعقلون میفهمند. نه، الله میگه نه گوش نمیکنه، این ظاهری، این گوش ظاهریه که گوش میکنه، این اعتقاد نداره، این مخالفه و لحظه سخن شما به گوش اینا راه نداره و اینها عقل هم نمیکنه، ولی انسان چیز را میشنوه، چیز را میبینه و بعد فکر میکنه. نه اینها شنیدن این اعتبار داره و نه اینها عقل، اینها نه عقل میکنن نه میشنون و این فرمایشات شما به این هیچ تأثیری نداره. چرا که این حال کسیست که دنبال هواهای نفسانی میره، تأثیر هواهای نفسانی اینه که شنوایی گرفته میشه، بینایی هم گرفته میشه، عقل هم گرفته میشه. اهل هوا نمیفهمه، هر چه شما صحبت بکنه برای خودتون صحبت کنید. الله میگه نه هیچ گوش نمیکنه، اینا نمیبینن، نمیشنون، نه عقل میکنه. اینهم کالانعام، نیست اینها مگر مثل چارپا. چارپا را اگر شما صبح تا شب درس بدید و قرآن بخونید، ذکر کنید، مگر چارپا میفهمید؟ اینا چارپا حیوان. صحبت کردن برای اینها مساویه با صحبت کردن به حیوانات. بل هم اضل سبیلا، بلکه اینا از حیوانات هم از لحاظ راه گمراه‌ترن از حیوانات. چرا که حیوانات الله پیدا کرده برای مقصده. اما حیوانات برای شیر بده، گوشت بده، سواری بده، باره. بسیاری حیوانات باره برداره. این حیوانات اینا برآورده میکنن. اینها را الله پیدا کرده برای عبادت خدا، بندگی خدا، برای اینکه دستور خدا را انجام بده. اینا چی برآورده هیچ فایده نداره. حیوانات، این از حیوانات الله میگه گمراه‌تر. برای حیوانات حالا حرف شما را نشنوه، شما با حیوانات صحبت کنید، ولی حیوانات
کارش انجام میده، برای اونی که پیدا شده کار انجام میده، شیر میده، توی نفش هست، گوشت میده. و اما اینا نخیر، اینا چی؟ اینها پیدا شدن برای بندگی خدا، پیدا شدن برای عبادت خدا. اینا پیدا شدن که از الله فرمان ببرن، تنها خدا را عبادت کنن. اینها هیچ فایده از اینا نیست. اینا گمراه مطلق و از راه خارجن و از اینا تمام. ولهذا وجود اینها هیچ فایده نداره، وجود حیوانات فایده داره. و اینجا می فرماید انهم کالانعام بل هم اضل سبیلا. آن حضرت تعالی با این آیات تسلی دادن که آن حضرت غم نکنه، اندوه داشته نباشه که اینها چرا به راه نمیاره، چرا اینا کامل نمیشن، چرا هدایت نمیشن. الله تعالی منظور شریک شما کارتون انجام بدید، خیرخواهیتون بکنید، ولی نگران نباشید، غم نه که اینها چرا هدایت نمیشن، چرا که این استعداد هدایت را از دست داده و اینها مهر جباریت بر دل اینها خورده و لحظه اینها قابل هدایت نیست. اینها هواهای نفسانی گمراه کرد و الله تعالی متاسفانه همینطور امروز هم در جهان اسلام و در عصر ما امروز بسیاری هستند که اکثریت بشر و اکثریت انسان ها دنبال روی هواهای نفسانی، دنبال نفس چه میگه، نه نس چه میگه. دنبال نس نیستن، در ارواح نیستن، اعتقادی به نس ندارن، اعتقادی به وحی ندارن، اعتقادی به پیامبران ندارن. یعنی چه؟ یعنی خواهشات نفسانی. اینها معبود خدای اینها الله نیست، معبود اینها نفس. چرا که اینها هیچ وقت از خدا فرمان نمیبرند و هیچ شرایطی غیر مسلمان. توی مسلمانان هم امروز خیلی هستند که شما قرآن تلاوت کنید، قرآن به سرش نمیگه، حدیث بخونید، آبی هم توجه نمیکنه، او خودش نفسش چه میگه همون میگه و مفتی او همون نفسه و رهنمای او همون نفسه و لحظه نگاه میکنه غیر مسلمانان چی کار میکنن، اینها دنبال اونها. والله تعالی حفاظت کنه همه اینها را نجات بده. روی این نیاز هست در جهان اسلام بیداری عمومی که مسلمانان بیدار بشن، وظیفه‌شون را بشناسن و مسئولیتشون را بدانن و دعوتگران و مصلحان دنیا باید جهان اسلام را بیدار کنن، مسلمانان را بیدار کنن که مسلمانان به کتاب خدا و سیرت و سنت حضرت رسول الله برگردن و برای حق و حقیقت و واقعیت برگردن. والله تعالی توفیق نکنه. و صلی الله علیه و سلم.